18 ساله شد. به مادر گفت من میخوام برم امتحان رانندگی بدم، گواهی نامه بگیرم. گفت برو پسر. رفت برگشت. گفت پسرم چیکار کردی؟ قبول شدی؟ گفت نه مادر قبول نشدم، اما عجب افسر مؤمنی بود. من هرچی راه میرفتم اون میگفت یا ابوالفضل یا حضرت عباس. دفعه بعد رفت امتحان داد. برگشت گفتن این دفعه چیکار کردی؟ قبول شدی؟ گفت نمیدونم. جناب سروان گفت برو 1 راه بیفت. رفت. گفت گاز بده برو 2. رفتم. گفت گاز بده برو 3. رفتم. گفت گاز بده برو 4. رفتم خوردم به دیوار. الان جناب سروانه تو حالت کماست، منتظرم به هوش بیاد ببینم قبولم یا نه. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام. في المجموعة البنك الباسارغاد نرجو أن تستلذوا من البرامج حتى الآن و لا خندة. وفي هذا المجال من البرامج سرهن قذافي وفي هذا المجال من البرامج نقدم لحضوركم أنشودة جميلة مفرحة لتنشيدة قلوبكم إن شاء الله. عليكم خنداش كل مجمعين ولا نشودة جميل في البنك المعتبر الباسارغاد. كل مجمعين ما شاء الله. يا جلست والخوف بعينيها يا ولدي لا تحزن وتحمل فنجان المدروب يا ولدي لا تحزن قد مات شهيدا رغم المدروب يا ولدي لا تحزن يا ولدي لا تحزن كف بزن. خب اینم آهنگی از حسن اجرم. آقای شهریاری میخواست بره مسافرت، میخوام برم آقا، وقت تو مردم اتوبوس نگیر. نشسته بود، یه پیرزنی هم پشت سرش نشسته بود. پیرزن شناختش، گفتش که مادرای ریوندی بیا این بادومو بگی بخور. گرفت خورد. 5 دقیقه بعد مادر بیا یه بادوم دیگه بخور. نمیخورم. گرفت خورد. 5 دقیقه بعد مادر بیا یه بادوم دیگه بخور. هر کدوم هم 5 دقیقه طول میکشید. گرفت خورد. 5 دقیقه بعد مادر بیا گفت ای مادر همین بادوما رو میدی به من، پس خودت چی؟ گفت مادر نگران من نباش، اینا مال این شکلاتای مغز داره، من که دندون ندارم، شکلاتشو میمکم مغزشم میدم تو بخور مادر، تعارف نکن. آقای حالمو دگرگون میکنی.